السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. می رسد روزی که به هم می شویم، یک به یک از جمع هم کم می شویم. می رسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم. گاه گاه یاد ما کن ای رفیق، می رسد روزی که به هم می شویم. یکی در کنج تنهایی، یکی در عشق و شیدایی، یکی در بند حسرت ها، یکی در دام رسوایی، یکی در حسرت نان، یکی در کندن جان، یکی هم داوری جوید، یکی در کنج زندان، یکی با چهره زرد است، یکی در آغوش درد است، یکی از مردها نادار، یکی خشنود نامرد است، یکی در هجرت است اجبار، یکی زین دوری ها بیمار، یکی در خواب ناز است و یکی از زندگی بیزار، یکی از پیری آزرده، یکی برناست دل مرده، یکی چربش نبردارد، یکی هم نان ناخورده، یکی دنیا به ما باشد، یکی از بخت جدا باشد. یک جهان تشکر که وقت قیمت خویش را دریغ نداشته ما را گوش کردید. اگر نواری کرده ما برای شما پسند آمده باشد، پس لایک گذارید و در کانال ما ابونه شوید. خدا حافظ برادران عزیز. می گفت نبی که اهل جنت چار است، دیدار خوش و زبان خوش گفتار است. سوم دل نرم، چهارمین دست سخا، رحمت به کسی که هر چهارش یار است.